خسته نباشه. اینم بیشه، اینم آبشار بیشه، البته نرسیدنش. الان تو این سایه‌ای درختای خیلی قدیمی داریم راه میریم تا به خود آبشار برسیم. طبیعت خنک و سبز رو تقدیمتون میکنم دوستان. رفتین یه انجام میشه. اینم رودخونه، رودخونه است. رای داره تو در رو حواست باش. اینم آبشار، اینم آبشار بیشه. هوای خنک باحال. دوستان جاتون خالی. رسیدیم به پای آبشار. اینم آبشاره. از این منظرم لذت ببریم دوستان. آبشاره. بعد میریم زاویه‌های دیگرش رو نشونتون بدم. عرض آبشار ملاحظه بفرمایید. هوای خنک، آبشار خزه‌ای تقدیم به دوستان. این هم آبشار، عرض آبشار رو ملاحظه بفرمایید. چند متر هستش از این ور تا اون ور؟ نزدیک 70 متر تقریبا عرض آبشاره. آبشار اینجا مستقیم دیگه، مستقیم وارد رودخونه خرم‌آباد میشه. دوستان خوب میبینید اینجا در حال آبزنی هستن و از گرما دارن فرار میکنن. ملاحظه کنید ویو و جای خیلی باحالی هستش. جای همتون خالی. اینجا اینقدر خنکه. آباد ارتفاع آبشارن که زیاد آب به مرحله بخار میرسه و خیلی عالی هستش.